در گوشتون است که خوش آرام باشید. بشنویتون خوش آمدید به یک برنامه جدید. امروز قرار است که آشپزی کنم و البته بورانی کچالو مختار کنم. شما را در تهیهش به شما شریک می‌سازم. پیاز شنداختم. شما دوستای من یا مانده گلابی شد. باز کچالو را بندازم بسایدی. البته کسایی که در کویت است خودشان میکنند که گز نداریم در پیکنیک بخوری کنیم. این کچالویش هم دام خوب سرخ شود. باز هر کس در تشت دوستای بود ما اینا نمیدونم که خوب سرخ شود. باز تشتش مضبوط کنید میسازم میبینید وقت سرخ میکنیم باز باز کم چرخ میشه کم بورن بازی کم بورن. یا خود سرخ شد باز نمیشه مثلا. دوستای عزیز امروز یکی یک بوده سرد شده بود هوا دیگر روزها خوب بود کم هوا سرد نبوده فقط نورمال بود امروز دیگه سرد شده بود. باز یکی با ما زیاد مشکل هم است گیس نداریم این دیگه در پیکنیک میکنیم اما تشار کنیم دیگ آدم تشار دیگه نمیشه که آدم در بوده در خانه دیگه کابل خوب است که بخاری یا است همین صندلی یا اینجا خواهی چی نیست هر کس که در کجا است هم یک آدم صبح نشده شروع میکنم. در حال صبح شدنه رنگش کم تبدیل شده دوستای عزیز. پیازها گلابی شده. این هم دوستای عزیز روم ماستن روم خانگی یا رومی ما اینا یکان چیزایی ماره مثل رو چتنی یای ماره در خانه جور میکنه مادر کلان بیرون چیز نمیگیریم مثل زیاد کار بگیریم در خانه جور میکنه مادر کلان ترشی و غیره یکان چیزایی دیگه را این روم خانگیه. این هم ترشی شروع کنم دوستای عزیز.